اگر به دنبال تحصیل در اروپا بدون مدرک زبان هستی، پس تا آخر ویدیو با من باش. دولت رومانیا بورسیه سال تحصیلی 2025 خود را برای دانشجویان بین المللی به شکل کاملا رایگان به اعلام گذاشته است. این بورسیه در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا می باشد. این بورسیه شرط سنی ندارد و فیصدی نمراتان از 70 الی 100 باشد و نیازی به ارائه مدرک زبان انگلیسی در این بورسیه ندارید. تمام رشته ها را به استثنای رشته طبی دارا می باشد. حالا این بورسیه چی مزایا و امتیازات برای ما داره؟ اولی که بورسیه به شکل کامل رایگان و فول فندید ارائه گردیده و کدام هزینه در بر نمیگیرد. لیلیه های دانشگاهی در اختیار ما قرار دارد. کمک هزینه ماهانه برای ما پرداخت میگردد. تخفیف در ترانسپورت ما در نظر گرفته شده است، یعنی در ترانسپورت داخلی، و آموزش به زبان رومانیایی می باشد. یعنی کسانی که در این بورسیه موفق میشه یک سال را به خاطر آموختن زبان رومانیایی سپری میکند. بیمه صحی رایگان در اختیار ما قرار داره و مصارف رفت و برگشت ما تمامش به دوش دولت رومانیا می باشد. حالا چی اسناد و مدارک که بورسیه از ما میخواهد که ما در این بورسیه چی کنیم؟ اپلای کنیم. دیپلم و ترانسکریپت از شما میخواهد. دیپلم ترانسکریپت اصلی و ترجمه شه. ترجمه دیپلم و ترانسکریپت شما باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشه و همچنین 3 صفحه اول پاسپورت باید ارائه شود. شناسنامه تان، کارت تولدتان باید در این بورسیه ارائه شود. سیوی یا رزومه تان به فرمت اروپایی باید ارائه شود. کسایی که در دکترا یا در مقطع دکترا در این بورسیه اپلای میکنه باید یک ریسرچ پروپوزال را برای این بورسیه ارائه کنه. ویدیو رو لایک کنید، نظریتتان رو بنویسید و بفرستین برای دیگه دوستانتان که تا همه از این فرصت های تحصیلی بهره مند گردید. صفحه ما رو همچنین فالو داشته باشین تا از ویدیوهای بعدی ما و فرصت های تحصیلی بعدی ما آگاه شوین.